سلام، من مریم معمر هستم، آسیبشناس گفتار و زبان، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. امروز میخوام در مورد تاثیر بازی در تقویت رشد گفتار کودکان با هم صحبت بکنیم. یکی از مهمترین، شیرینترین و اساسیترین مباحثی که در حیطه رشد کودک هست همین بازی هست. شاید بازی یه فعالیت ساده به نظر بیاد و روزمره، ولی تاثیر اون در رشد کودک بسیار اهمیت داره. به این دلیل که باعث یادگیری کودک، تجربه، تعامل و ارتباطگیری کودک میشه و بهترین راه یادگیری برای کودک در سالهای اول زندگی همین بازی هست، نه آموزش‌های رسمی. وقتی کودک بازی میکنه در واقع داره سعی میکنه که فکر کنه، ارتباط برقرار کنه و یاد بگیره. حالا بازی چه مهارت‌هایی رو در گفتار کودک و ارتباط کودک تقویت میکنه؟ اول اینکه کلمات جدید یاد میگیره، جمله سازیش تقویت میشه، یاد میگیره گوش بکنه بعد جواب بده، درک شنیداریش تقویت میشه، یاد میگیره وقتی کسی صحبت میکنه صبر بکنه و بعد جواب اون فرد رو بده و فضایی رو در کل بازی فضایی رو برای بیان احساسات، افکار و خواسته های کودک فراهم میکنه. در بازی کودک احساس امنیت بیشتری میکنه، در نتیجه به ارتباط بیشتری میپردازه و گفتار بیشتری رو ایجاد میکنه و انگیزش بالا میره. کودک از بزرگسالان آهنگ گفتارشون رو تقلید میکنه. مثلا یاد میگیره که جمله سوالی و غیر سوالی با همدیگه متفاوت هست. تلفظ صحیح صداها رو میشنوه و اونها رو یاد میگیره. حالا بریم سراغ بازیامون که هم خیلی ساده‌ان و همین که از وسایلی که در اطرافتون دارین میتونین استفاده بکنین و اونها رو اجرا بکنین. بازی اول کار با آینه هست. شما و کودک جلوی آینه میشینید، یه سری صداهای گفتاری رو اغراق آمیز و محکم تولید میکنید. مثلا م، ب، پ، س. کودک چه کار میکنه؟ کودک این صداها رو صحیح میشنوه و سعی میکنه از شما تقلید میکنه. شما به کودک میگین گوش کن، همونطوری که من میگم بعد از من انجام بده. بازی دوممون جعبه صداها هست. چند تا کارت تصویر حیوانات یا ماکت حیوانات رو داخل جعبه قرار میدین. کودک چیکار میکنه؟ یکی یکی اونا رو در میاره و بعد شما هر کارتی یا ماکتی که در میاد صدای اون حیوان رو تقلید میکنه. حالا نوبت کودکه. بازی سوممون کی چی گفت. چند کارت تصویر یا عروسک حیوانات رو روی میز قرار میدیم. بعد بگیم مثلا خرگوش میگه بیا، خرس میگه برو، سگ میگه بخواب. خرگوش چی میگه؟ کودک میگه بیا. این بازی درک و حافظه شنیداری رو در کودک تقویت میکنه. بازی چهارممون حدس بزن چیه. وسیله‌ای رو قایم میکنیم، خصوصیاتش رو به کودک میگین، اون باید اون وسیله رو پیدا بکنه. مثلا توپو قایم میکنیم، به کودک میگین گرده قل میخوره. حالا میتونین رنگ اون توپی رو که در اختیار داره تو خونه داره و باهاش بازی میکنن هم بگین. مثلا آبیه. کودک حدس میزنه توپه، شما میگین بله آفرین و تشویق فراموش نمیکنید. هدف از این بازی فکر کردن و توصیف ویژگی‌های اشیا هست. بازی پنجم بازی داستانسازی با تصاویری که سریال هستن، یعنی با همدیگه یک داستان رو میسازن و یک موضوع رو بیان میکنن. شما این تصاویر رو کنار هم قرار میدین و بعد از کودک میخواین داستان اونا تعریف بکنه. با این کار به جمله سازی کودک کمک میکنه. بازی ششم بازی بله و نه هست. سوالاتی که بله و نه داره از کودک میپرسیم. یه سری سوالات اشتباه، یه سری هم سوالات درست. مثلا از کودک میپرسیم هویج قرمزه؟ میگه نه.
از کودک میپرسین خرگوش علف میخوره؟ میگه نه. یا از کودک میپرسین توپ گرده؟ میگه بله. و اینطوری به رشد گفتار کودک کمک میکنین. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. با من همراه باشین تا در آینده در ویدیوهای بعدی مطالب بیشتری با شما به اشتراک بذارم.